سلام دوستان عزیز، روزی خوب و خوش داشته باشید. خواستم در یک موضوع کمتر یک روشنی بدوزم برای همه دوستا، برای همه پادپیسچی‌ها، برای همه ابونه‌چی‌ها، برای مردمی سربلند توجیک، نه اینکه توجیک، برای تمام فارس زبانان روی دنیا. گفتنیم که وقتش در بزرگان میگفتن زبان در دهان نگهبانی سر است. انا که یک زبان بود حاضر دو چشیده، زبان و تلفن. به حد همین مسئله در جدی باشید، احتیاط کار باشید. و این گپ هم یک تنها من نمیگم. بیا اول نمی اپرا گوش میکنیم، بعد خلاصه بروری میکنیم. چی گفتین؟ مرامت گوش کنین. نمی اپرا قدرتمندترین چیزی که انسان تا به حال اختراع کرده نه بمب اتمه نه هیدروژنی، بلکه تلفن همراهه. تلفن همراه نیرویی که نباید دست کمش گرفت. اونقدر قدرتمنده که تلفن ثابت رو کشت، تلویزیون، کامپیوتر، ساعت و دوربین رو کشت، چراغ قوه، آینه، روزنامه ها، مجلات و کتاب ها رو کشت، کیف پول جیبی رو کشت، تقویم رومیزی و یادداشت رو کشت، حتی کارت اعتباری رو هم کشت. و بدترین قسمت اینه که همچنان زوجای زیادی رو کشت. بسیاری از خانواده ها، دوستی ها، صمیمیت ها رو کشت. دانش آموزا رو کشت و از مسیر موفقیتشون دور کرد و اونا رو مثل پر در مسیر باد قرار داد. کم کم متوجه میشیم که چشممون رو کشته، ستون فقراتمون رو شکسته، ذهن و فرهنگ ما رو کشته. اون در راه از بین بردن نسل بعدی ماست. اگر که مراقب خودمون نباشیم جونمون رو میکشه، دلهامون رو سخت و سنگین میکنه و کاری میکنه که نسل‌های آینده پشیمون بشن، در حالی که پشیمونی سودی نداره. خب ایما یک گفتن باقی سربلند و خانواد باشید. نفرانی که فهمیدن بسیار خوب، نفهمیدن کوشش کنین که بفهمین در همین بورا، در همین موضوع. ببینین که تلفن چقدر دوست و چقدر دشمنه. واقعی سربلند خانواد باشید. خداوند نگهبان همه ما و شما. زنده باشید مردمی سربلند توجیک.